قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. در ادامه بحث راهکارهای حل مشکلات و یا پیشگیری از مشکلات خانوادگی و مستحکم کردن روابط خانوادگی، اگر ملاحظه بفرمایید جلسه قبل بحث هایی شد در مورد نقش باورها و بینش‌های دینی و ایمانی در هم پیشگیری از بروز و ظهور مشکلات و هم نقش اون بینش‌ها و باورها در حل و علاج و درمان اون و اینکه ما بتونیم آرامش رو در خانه و منزل حاکم بکنیم. اشاره شد به اینکه چقدر اعتقاد و باور به الله جل شأنه اون نقش رو میتونه ایفا بکنه، زندگی رو با معنا و هدفدار میکند. چون مؤمن به الله دنبال رضایت خداست و از جهتی خداوند رو حاضر و ناظر میدونه، مراقب خودش میدونه و پروردگار رو به عنوان اینکه حاکم و دادرس هست و به هیچ کسی ظلم و روا نمی‌دارد، انسان مؤمن خیشتن رو مسئول می‌داند، رفتارهای خودش رو مرتب و منظم می‌کند و از ظلم به هر کسی که باشه پرهیز می‌کند و با توکل بر الله جل شأنه مشکلات و گرفتاری ها رو پشت سر می‌گذارد. این بحث ها جلسه قبل شد که در رابطه با اعتقاد و باور به پروردگار بود. همچنین در مورد اون باورهای دینی که جزو جدا نشدنی و لایتجزا از ایمانمون هست، اعتقاد به زندگی بعد از مرگ، یعنی ایمان به روز قیامت. این دوتا عنصر اصلی در ایمان یک مؤمنن، ایمان به الله و ایمان به روز قیامت. ایمان به روز قیامت و ایمان به زندگی بعد از مرگ باز هم نقش بسیار مؤثری داره در سازندگی، در آرامش و در اینکه انسانی که ایمان به روز قیامت دارد زندگیش بازم هدفمند و هدفدار باشد. چون ما معتقدیم که بعد از مرگ حسابرسی است، اعمالمون، کردارمون، گفتارمون،
برخوردهامون، رفتارهامون در روز قیامت مورد حسابرسی دقیق توسط خود الله جل شأنه قرار میگیرد و انسانها در برابر اعمال خودشون ریز و درشت اون، پنهان و پیدای اون، پاداش میگیرن و یا مجازات میشوند، یا بهشت و یا دوزخ، یا خوشبختی است یا بدبختی. لذا در زندگی خانوادگی وقتی زن و شوهر مؤمنن و اعتقادشون به روز قیامت قوی و زنده باشه، هر کدومشون در برابر وظایفی که به آنها محول شده به عنوان حقوق طرف مقابل سعی میکنه درست وظایف خودش رو انجام بده. این نکته تذکر میدم به همه شما. بعضی وقتا افراد تصورشون تصور اشتباهیه. وقتی بحث ظلم میشه، بحث ستم میشه، بحث تعدی میشه، بحث ضایع کردن حقوق میشه، فکر میکنن در دایره خانواده دیگه ظلمی وجود نداره. به هر نحوی پدر و مادر بخوان مثلا با فرزنداشون یا فرزندا بخوان با والدینشون برخورد بکنن، یا زن و شوهر به هر نحوی و هر کیفیتی بخوان با هم رفتار بکنن، دیگه ظلم به حساب نمیاد. دروغ بگن با هم دیگه، دشنام بدن، حق هم دیگه رو ضایع بکنن، ناعدالتی بکنن، بی‌انصافی بکنن، اینا چیزی به حساب نمیاد. بعضی اینگونه تصور میکنن، در حالی که انسان وقتی ایمان به خدا و روز قیامت داره بایستی بدونه ظلم اگر به خویشاوند باشه گناهش سنگین تره، چون هم به عنوان یک ظلم تعدیس، پا از حد و حدود خدا فراتر گذاشتن است، و هم ظلم به یک مسلمانه و هم ظلم به خویشاونده. لذا گهگاهی میبینید پدر و مادر ناعدالتی میکنن در برابر اولادشون و فرزنداشون، فکر میکنن که بچه های خودشونن، به هر نحوی که بخوان با بچه هاشون فرزنداشون تعامل بکنن. در بذل و بخشش که بارها به این نکته اشاره شده که چه زیبا پیغمبر علیه السلام وقتی پدری میاد از مال و ثروت خودش، مال پدره، سرمایه پدر هست، به یکی از فرزندانش میبخشه و دیگرها رو محروم میکنه، یا به یکی از فرزنداش بیشتر از باقی اولاد و فرزندای خودش هدیه میکنه، میبخشه. پیغمبر علیه السلام اینو به عنوان ظلم، به عنوان جور تلقی فرمودن و گواهی ندادن. لذا خیلی وقتا افراد هستن، پدران و مادران، میبینید مثلا پدر و یا مادر به یکی از بچه هاش اهمیت بیشتری قائله، به ویژه مثلا ناعدالتی بین پسران و دختران، میبینید به پسر بیشتر توجه میکنه تا دختر، محبت بیشتر میکنه، حتی تا جایی که ممکنه به اون بچه‌ای که علاقمندی بیشتر داره محبت بیش از اندازه که میکنه، بذل و بخشش میکنه. وقتی میاد با یه احترام و محبت دیگه، وقتی ازدواج میکنه همون بچه با همسر اون بچه، با فرزندای اونها هم به همین صورت یه تبعیض قائل میشه. خب این به عنوان ظلمه، در حالی که ممکنه پدر و یا مادر بگن که خب ما مادریم، ما پدریم، هر طوری دلمون بخواد با بچه هامون رفتار میکنیم. این بی انصافیه. روز قیامت انسان مسئولیت داره، خدا ازش سوال میکنه. پس انسانی که مؤمن به قیامت هست بایستی بدونه که اگر به زنش یا زن به شوهرش ظلم بکنه، حقش رو ضایع بکنه، روز قیامت مسئوله. همچنین ایمان به روز قیامت و امید به اون سعادت و خوشبختی فردای قیامت که در رأس اون بهشت هست، میدونید چقدر میتونه به انسان در مقابله با
و رویارویی با مشکلات و گرفتاری هایی که ممکنه یه خانواده با اون مواجه بشه کمک بکنه. توی خانواده ممکنه محرومیت ها، فقر، بیماری، تنگدستی، از دست دادن عزیز، مشکلات گوناگونی به یک خانواده ممکنه رو بکنه. وقتی ایمان به قیامت هست، مؤمن دنبال حل مشکلات خودش هست، نه اینه که ایمان به قیامت وادار بکنه انسان که دست رو دست بگذاره، نه خیر. ولی بعضی وقتا ما مشکلاتی داریم تو زندگی دنیا که جبران ناپذیر است، یعنی نمیشه جبرانش کرد. کسی رو از دست میدید، نمیشه برش بگردونید. مال اموال یک دفعه از دست انسان بیرون میره، از بین میره مال. خب مال فراوان یه دفعه از بین بره، نمیشه فوراً برش گردوند. با ایمان به روز قیامت که صبر و تحمل و از دست دادن عزیز و از دست دادن مال و اینا جزو امتحانات الهی است، روز قیامت پاداش داره و کفاره گناه هست و اینا قطعاً به انسان کمک میکنه. همچنین اعتقاد به پیامبر علیه السلام و ایمان به او، ایمان به این که او اشرفترین و بهترین بندگان خداست، ایمان به این که او رسول الله هست علیه السلام، از جانب الله اومده زندگی کردن رو به ما بیاموزد که ما ارتباطمون با خدا به چه صورت باشه، نگاهمون به قیامت، نگاهمون به دنیا، نگاهمون به همین دنیا، خودشناسی، ما که هستیم. به ما یاد داده پیغمبر علیه السلام که ما که هستیم، چگونه زندگی بکنیم، زندگی روزمره‌مون، حتی در خوردن و نوشیدن و پوشیدن و تعامل و رفتار با دیگران در درون خونه، با همسایه، با یه مسلمون، با خویشاوند. وقتی خوشیم چگونه باشیم، وقتی ناخوشیم، ناراحتیم چگونه باشیم، چگونه حرف بزنیم، وقتی کسی ما رو ناراحت کرد چه موضعی داشته باشیم، با دوستامون، با دشمنامون. در همه بخش‌های زندگی او الگوست، سرمشق است. من نمونه ای رو ذکر می کنم چون اگر بخوایم تمام رفتارها و اخلاقهای آن بزرگوار رو مطرح بکنیم ساعتها و جلسه‌های متعددی میخواد. ولی اونچه که بیشتر میتونه به زندگی مادی دنیوی ما مربوط باشه که چه بسا یکی از زمینه‌های بروز مشکلات در درون خانواده ها همین مشکلات مادی است. وقتی چشم همچشمی صورت میگیره و اعضای خانواده، اولاد و فرزندان و همسران میبینن که پدر و یا شوهر نمیتونه توقعات و انتظاراتشون رو برآورده بکنه، با درگیری، با اختلاف، با کشمکش، با ناراحتی، با کدورت با هم رو در رو قرار میگیرن، مشکلات به بار میاره. ببینیم ما به پیغمبر علیه السلام بر بگردیم. ما که ایمان به خدا و روز قیامت داریم بایستی بدونیم که این دنیا و این زندگی دنیا هدف نیست و این نشانه پستی و ذلیل و خوار بودن انسان نیست که مثلا دیگرها بهترین زندگی دارن، من زندگیم خیلی نسبت به اونها ضعیفه. این نشانه این نیست که خدا تو رو دوست نداره، این نشانه این نیست که خداوند تو رو رها کرده، تو رو فراموش کرده. اگر این گونه بود بایستی سرور بنی آدم، بهترین بندگان خدا محمد مصطفی علیه السلام بایستی بهترین زندگی مادی دنیوی رو انتخاب میکرد، در حالی که خدا هم بهش داده بود. ولی وقتی به زهد و پارسایی و به نحوه زندگی پیغمبر علیه السلام، به خونه او، به فرش و بستر خونه، به لباس، به خوردن، به نوشیدن، به زندگی همسراش نگاه میکنید، با اون جایگاهی که داشت، با اون منزلتی که داشت، با اون عبادت، با اون اخلاص، با اون صداقت، چقدر خداوند وی رو دوست داشت و او چقدر خدا رو دوست داشت. پس بایستی تمام زندگیش سراسر از زیور و زینت و آرایش و تجملات و مادیات باشه؟ نخیر. ما روایات داریم که
اهل و خانواده پیغمبر علیه السلام نشده که 2 روز پی در پی از نان جو سیر بشن. اگر 1 روز نان داشتن، نان جو اون موقع مثل امروز نبوده که نون نازکی باشه، 1 روز اگر از نان جو سیر می شدن، روز دوم دیگه نبود. نه اینکه پیغمبر علیه السلام نمیتونست داشته باشه، ازشون نقل شده علیه السلام که پروردگار برش عرضه فرمود که اگر میخوای بطحاء مکه، یک وادی محل جاری شدن سیل و آب خیلی وسیعه، اگر میخوای اون همه برات طلا بکنم و به پیغمبر بده علیه السلام. اما پیغمبر علیه السلام جواب دادن لا یا رب، من نمیخوام که این مسیر عظیم پر از طلا بشه برام، ولکن اشبع یوما و اجوع یوما. اشکال نداره، من میخوام 1 روز سیر باشم، 1 روزم گرسنه باشم. تمنای فقر نیست. پیغمبر در حالی که علیه السلام به فقر، به خدا از فقر پناه می بردن، به الله جل شأنه پناه می بردن از فقر و از فقیری. این زهده، در حالی که خدا میتونست در اختیارش بگذاره و مال و اموال در اختیارش می اومد هم، اما اونو می بخشید. می گفت پروردگار من، اگر من 1 روز سیر بشم و 1 روز گرسنه برام بهتره. اون روزی که گرسنه میشم و احساس گرسنگی میکنم و چیزی تو خونه نیست، به سوی توی الله تضرع میکنم، بیشتر به یاد تو میفتم با گرسنگی در این بعد که بهت نیازمندم، یادت میکنم، التجا میکنم، اظهار نیاز میکنم، احساس میکنم که چقدر من محتاجم به خدایم، که اگر لقمه غذایی به من نرسونه من از پا در میام. من سر تا پا محتاجم و نیازمندم به توی الله، و هر روزی هم که سیر شدم حمد و شکرت به جا میارم. آیا این وضعیت ما داریم؟ ما که اگر گرسنه بشیم که دیگه واویلاست. ممکنه خیلی وقتا افراد تو زندگی نه اون نیازها و ضروریات زندگیشون کم بشه، نه لباس، نه خوردن، نه نوشیدن، نه مسکن، این که به جای خودش. چقدر ما هستیم که تجملات دنیا، زرق و برق دنیا، زیور و زینت دنیا اگر از من کم شد شکوه میکنیم، گله مندیم، ناراحتیم، نه درست یاد خدا میکنیم. زندگی گویا همه چیز از ما خدا گرفته، ما رو بدبخت کرده، شکایت خدا هم میکنیم پیش بندگان خدا. ولی اگر انسان مومن به الگوی خودش نگاه بکنه، به پیامبر علیه السلام میدونه که دنیا اگر ارزش داشت، پیغمبر علیه السلام بهترین زندگی رو برای خودش انتخاب میکرد. وقتی در دوران ولید ابن عبدالملک، یکی از خلفای بنی امیه، خواستن مسجد پیغمبر علیه السلام رو توسعه بدن، بزرگش بکنن، خب ناچارن از یک قسمت اون خونه ها و اتاقهای پیغمبر بود علیه السلام که برای هر یک از همسراش ساخته بودن. مشورت کردن با علما، با فقها که این خونه های پیغمبر علیه السلام تو مسجد بیفته. برخی از علما اجازه نمیدادن، گرچه بعد این کارو کردن، اجازه نمیدادن. میدونستی چه میگفتن؟ میگفتن ما میخوایم این اتاقهایی که پیغمبر علیه السلام در مدینه 10 سال تو اینا زندگی کرده با همسراش، مسلمانا که از دور و نزدیک میان برای زیارت، ببینن که بهترین و اشرفترین بندگان خدا به چه نحوی زندگی کرده، تو چه اتاقهایی زندگی کرده و بسنده کرده به دنیا به همین حدی که میبینید. اتاقهایی که پیغمبر درش علیه السلام زندگی میکرد در نداشت، فقط یک گلیمی آویزون بود. سقف اون از تنه درخت خرما بود و به اندازه‌ای که سر
به سقف نرسه، نه تشکی نه بستر نرمی، خیلی عادی، خیلی زاهدانه، اما 10 سال بهترین زندگی با همسراش داشت، با اخلاق خودش، با ایمان خودش، با تقوای خودش، با برخورد و رفتار زیبا و مناسب از کسانی که در کاخ و قصرها دارن زندگی میکنن و محرومن از این خلق و خوی زیبا. تو حجره های پیامبر علیه السلام آسایش و آرامش عجیبی حاکم بود. در کنار پیغمبر علیه السلام همسراشون آسایش و آرامش داشتن، در حالی که 2 ماه میگذشت و در خونه پیغمبر علیه السلام آتشی روشن نمیشد که غذا بپزن. سوال شد از ام المؤمنین که چه میخوردید؟ فرمودن آب و خرما. گهگاهی پیغمبر علیه السلام وقتی غذای گرم پخته رو میخوردن میفرمودن الحمدلله، چند روز مدت هاست که غذای گرم نخوردم، اما حمد و شکر تو پروردگار. ما خودمون قضاوت بکنیم و داوری بکنیم. وقتی به خاطر مسائل مادی با هم درگیر میشیم تو خونه، وقتی اظهار کم و کاست ها میکنیم، واقعا کم و کاسته؟ یا هوای نفس بر ما غالبه؟ یا چشم همچشمی ما رو گرفتار کرده؟ یا دنیا پروری و دنیا پرستی ما رو به اونجاها کشونده؟ اینه که ایمان به پیغمبر علیه السلام و وی رو الگو قرار دادن میتونه بسیار مؤثر باشه که ما بتونیم آرامش و آسایش داشته باشیم و زن مؤمن و مسلمان و مرد مؤمن و مسلمان قبل از اینکه به مسائل مادی نگاه بکنن به مسائل ایمانی. چرا در جوامع ما مسلمین کمرنگ شده؟ چشم همچشمی و افتخار و بالندگی به تقوا، به ایمان، به اخلاق و همه چیز شده زیبایی ها و جلوه های مادی دنیا برامون. چقدر انسان هایی هستن که در زندگی خانوادگی تقوا در میان اونها هست ولی نادیده گرفته میشه. اگر زن بیاد به تقوا، به اخلاق، به خوبی شوهرش افتخار بکنه، بذار از نظر مادی از دیگران کمتر است. اگر مرد بیاد به تقوا و عبادت و خوبی و اخلاق زیبای همسرش و زنش افتخار بکنه، چقدر خوبه، چقدر ما آرامش رو میتونیم به دست بیاریم. ولی این گونه مسائل چندان مطرح نیست. یه سری توصیه های اخلاقی است بعد از مسائل ایمانی که میتونه نقش داشته باشه در کارایی بیشتر برای خانواده ها در استحکام بخشیدن به ارتباطشون. بعد از مسائل ایمانی ما مسائل اخلاقی هم داریم. خلق و خوی زیبا میتونه بسیار مؤثر باشه در اینکه ما آرامش رو داشته باشیم با همون زندگی محدودمون. اما میبینید چقدر اخلاق نه تنها در دایره خانواده، در بیرون خیلی از افراد هستن نه مال و ثروتی دارن، نه علم و دانشی دارن، هیچی ندارن، ولی مردم شب و روز از خوبیشون رو میگن. پول نداشتن که به مردم ببخشن، علم و دانش هم نداشتن که از طریق اون بخوان به مردم کمکی بکنن، دست مردم رو بگیرن، ولی با اخلاقشون، با روی خوششون، با زبان شیرینشون، با تبسمشون و لبخندشون، با خیشتنداری و صبر و حوصله‌شون تونستن خیلی از دلها رو جذب خودشون بکنن. اینه که پیغمبر فرمودن علیه السلام المؤمن یألف و یؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. این نشانه ایمانه. مؤمن هم با دیگران انس و الفت میگیرد، میتونه راحت دوستی برقرار بکنه و دیگران هم میتونن با او راحت باشن، دوستی برقرار بکنن. و کسی که نه خود میتواند با دیگران دوستی برقرار بکنه و نه دیگران میتوانند با او ارتباط صمیمی برقرار بکنن، خیری درش نیست. بعضی هستن
سرشون تو لاک خودشونه، اخلاقشون به گونه ایست که کسی نمیتونه باشون صمیمی باشه، دوستی برقرار بکنه. این خیری درش نیست. پس اخلاق بسیار مؤثره. لذا پیغمبر علیه السلام میفرمایند خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی. بهترین شما، این توصیه بیشتر به مرداست، بهترین شما کسی است که برای اهل و خانواده خودش بهتر باشه. و من، یعنی پیغمبر علیه السلام فرمودن برای همسران و اهل و خانواده ام بهترینم. چقدر اخلاق زیبایی داشتن، چقدر صبر، چقدر تحمل، چقدر عفو و گذشت. اونم با چند همسری که دیگه زندگی سختره تا یک همسر، ولی با تعدد همسر و چند همسری پیغمبر علیه السلام اون همه حوصله، اون همه صبر، اون همه عفو و گذشت. درک میکردن همسرای خودشون. یکی از مسائل بسیار مهمی که میتونه تو زندگی ما نقش داشته باشه خوشبینی است، حسن ظن است، گمان نیک به هم داشتن، یه خلق و خوی زیبای دینی است که پروردگار میفرمایند اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. تو دایره خانواده هم میتونه بسیار مؤثر باشه. حسن ظن به هم داشته باشیم، بدگمان نباشیم، خوشبین باشیم. نه اینکه با یک حرکتی از همسر، حالا چه مرد باشه و چه زن، با یه حرکتی، با یک اقدامی، با یه صحبتی فوری برداشت بد بکنیم، بگیم منظورت این بود و احتمالات گوناگون بد بدیم. نه، برعکس، خوشبین باشیم و به هم دیگه سوء ظن و بد گمان نباشیم. البته ممکنه یه وقتی اسباب و زمینه هایی پیش بیاد برای سوء ظن. اگه افراد در درون خونه به هم دیگه هی دروغ بگن، با دروغگویی ممکنه سوء ظن ها و بدگمانی ها بیاد پیش، که سعی بشه برای ایجاد اعتماد به هم دیگه صادق باشیم، راست باشیم. و از طرفی گذشته ها رو احیا و زنده نکنیم. گذشته هایی که حالا گذشته و یه وقتی مرد یا زن اشتباه کرده، اونا رو دیگه زنده نکنیم که خدایی نکرده تو ذهنمون همیشه سوء نیت، سوء ظن و گمانهای بد بیاد، بگیم فلانی همون بنده خدای 10 سال قبل، در حالی که اگر 10 سال یا چند سال قبل یه اشتباهی کرده گذشته و رفته، زندهش نکنیم. یه وقتی ممکنه بلخص مردا تو این قضیه، چون زن برای یک مرد ناموسشه، شرفشه، آبروش هست، حیثیتشه، غیرت داره مرد نسبت به همسرش. ممکنه یه وقتی خب این غیرت مثل باقی صفات گوناگونی که در انسان هست زیاده روی بشه توش، از حد معمولی بگذره و تبدیل بشه به یک وسوسه و زن گرفتار باشه، گرفتار وسواس بودن شوهر، که پیغمبر فرمودن علیه السلام و ان من الغیرة یبغضها الله. برخی از غیرت ها و وسواس بودن و شکاک بودن مردا خدا دوست نداره، بلکه برعکس نمیپسنده، دوستش نداره که انسان بیاد بدون مثلا علت، بدون دلیل، همینطوری با احساسات خودش بدگمان باشه نسبت به همسرش. اگه تلفن زنگ خورد، زنش گوشی رو برداشت، مشکوکه به زنش. اگر زنگ در خونه زدن، مشکوکه. سر کارش نشسته تجسس میکنه تو که در خونه میاد که نمیاد. این دیگه تبدیل شده به وسوسه که بایستی مرد علاج بکنه، درمان بکنه، بره مشاوره، علاج و درمانش باید بکنه، حتی بره متخصص. درست نیست. اگر نگاه کنید درست نیست انسان نسبت به یک مسلمان بدگمان باشه. من در ابتدا بهتون گفتم این مشکلی که ما داریم، وقتی طرف دروغ میگه یا بدگمانه یا غیبت میکنه یا تهمت میزنه یا دشنام میده یا ظلم میکنه، وقتی به دیگران باشه احساس میکنه که گناهه، ولی وقتی نسبت به مثلا همسرشه، نسبت به شوهرشه، نسبت به فرزندشه، فکر میکنه دیگه گناه نداره. با سوء ظن، با بدگمانی، با قلدری، با ظلم و ستم، با دشنام دادن برخورد میکنه، در حالی که اینا همه گناهه. پس اینه که خوشنیت باشیم. نکته دیگه
که اینجا توصیه بیشتر برای خواهراست. نقش به سزایی دارن خواهرها. قناعت است از خلق و خوی زیبای دینی. قناعت. منظور از قناعت این نیست که انسان خودش رو از ضروریات زندگی محروم بکنه. قناعت بخل نیست، بخل ورزیدن نیست. قناعت اینه که انسان اولا بر حسب درآمدی که داره خرج بکنه، قانع باشه به اون چه خدا بهش داده، نگاه به درآمد دیگران نکنه که دیگران چگونه دارن زندگی میکنن، چگونه لباس میپوشن و میخرن، چگونه غذا میخورن، چه لباسی دارن، چه مراسمی رو برگزار میکنن، چه هدایایی به هم دیگه میخرن، بلکه نگاه به زندگی خودش بکنه و قانع بشه، دوری از یک تجملگرایی و مدگرایی افراطی، دنیا پرستی. این مغایرت داره با قناعت که انسان هی سیر نشه. لذا در عصر کنونی که ما داریم زندگی میکنیم چنان وسایل رفاه و آسایش و بلکه تجملات و لذت جویی ها گسترش یافته و چنان زمینه استفاده از این امکانات جدید و زیبا رو به افزایش است که باعث شده در محیط برخی از خانواده ها این قضیه ایجاد اختلاف بکنه، ناآرامی بکنه. چون وقتی زن بلخص نتونه در یک چشم همچشمی برسه به پای خواهرش، دختر خالش، همشهریش یا اون کسی که تو فیلمو دیده یا رفته مسافرت به هر نحوی برای خودش یه الگویی رو در نظر گرفته یا الگوهای گوناگون، اون میخواد مثل اونا باشه، وقتی نتونه برسه میبینی چقدر رنجش خاطر، دغدغه، نگرانی، دعوا، سر و صدا، ناآرامی پیش میاد. این دلیل بر اینه که طرف قانع نیست. انسان بایستی قانع باشه به اون چه خدا بهش داده. انسان مومن بایستی بدونه برای علاج و درمان سیر نشدن و چشم همچشمی نادرست بایستی بدونه که تو این دنیا انسانها زندگیشون متفاوته. یعنی خداوند نیومده که انسانها رو خلقت بکنه و به همهشون یک زندگی یک نواخت ببخشه که همه مثل هم در خوردن، نوشیدن، پوشیدن، زندگی کردن، درآمد، لذت جویی از دنیا همه مثل هم باشن. خدا نخواسته. و اگر انسان تلاش بکنه و کوشش بکنه و غم و غصه بخوره که من بایستی مثل فلان باشم، ممکنه تا آخر عمرش نه خدا رو درست عبادت میکنه، نه آرامش رو پیدا میکنه و نه به هدفش هم میرسه. به هدفش هم نمیرسه. چون امکانات زندگی برای همگان که میسر نیست. اینه که برای علاج اون بایستی نگاه بکنیم. اولا یقین و باور داشته باشیم که خداست به عنوان رزاق، تقسیم کننده روزی، نه ما، نه اراده ما، نه بازوی ما. اینا سببن. خدا از ما خواسته. مگر دارو و دکتر سبب نیستن؟ مگر ما میگیم خود دارو و خود دکتر به ما شفا میده؟ نه خیر. مومن دنبال دارو میره، دنبال دکتر میره، اما شافی رو، شفا دهنده رو الله میدونه جل شأنه. رزق روزی هم به همین صورته. خداست که رزق روزی رو تقسیم میکند. ما سببیم. افراد دنبال رزق روزیشون رو میرن، ولی اینو بایستی بدونید که در نهایتا اون چه خدا تقسیم کرده نصیبت میشه. دلتنگ نشو، راضی بشو به تقسیم الهی. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. ما یا اللهیم که معیشتشون، یعنی این زندگی دنیوی رو برای مردم تقسیم کردیم. خدا میگه ما این تقسیم کردیم. خود الله مقسمه، تقسیم کننده هست. برخی رو بر برخی دیگر برتری دادیم. حالا ما میخوایم با نظام الهی بجنگیم؟ مگر میشه جنگید؟ چقدر در بی‌قناعتی سنگدلی میاد، حقد، حسد، بغض، کینه، از دست دادن آسایش، آرامش، کفران نعمتها. چقدر از خانواده هایی هستن که خیلی از نعمتهایی که خدا بهشون داده و دیگران نداده و دیگران محرومن،
اما نمیبینن این نعمت ها، چون میان به کسایی که همیشه از خودشون بالاترن نگاه میکنن، در حالی که توصیه دین بر اینه که اون کسایی که از ما پایین ترن، ضعیف ترن، گرفتار ترن به اونها نگاه بکنیم. کمم نیستن دور برمون. و یا کسایی که از طریق اخبار و گزارش ها میشنوید، ناامنی، جنگ، گرفتاری، درگیری، از دست دادن عزیزان، بمب و موشک بر سر افراد میاد. ما در سایه الهی هستیم. سیل میاد، زلزله میاد، خوشسالی میاد، قحطسالی میاد. در همین دنیای امروزی ما که این همه ناز میکنیم، با این دار و ندارهایی که داریم، با این بسترها، با این فرشها، با این خورد و نوشها، با این لباسها، این همه ناز میکنیم، از خودمون ادا در میاریم. کسانی هستن که از گرسنگی میمیرن، باورتون نمیشه. کسانی هستن که سرپناهی ندارن، که در هوای گرم تابستان گهگاهی اخبارها رو میشنوید که از شدت گرمای تابستون هلاک میشن و جان میبازن. ما نداریم سرپناه، ما نمیتونیم زندگی بکنیم، ما از گرسنگی داریم میمیریم. نه خیر، به خاطر یه چشم همچشمی قانع نیستیم و نبود قناعت این همه به ما ناآرامی داده، این همه دعواها، این همه اختلافاتی که ممکنه یه وقتی منجر بشه به طلاق، به اینکه زندگی خانوادگی، بچه ها در سایه پدر و مادری که شب و روز دارن با هم دعوا میکنن، اونم بر سر یک سری مسائل خیلی ناچیز و پوچ. اینه که یکی از مسائلی که ما داریم اینه که اشتباهاتی که حتی اگر هم باشه در درون خونه، زن و شوهر بایستی بیان اشتباهات نگاه بکنن. بعضی وقتا هست اگر یه زن اشتباه کرد یا مرد اشتباه کرد، اصلا نیازی نیست که انسان به زبان بیاره، قابل اغماض و چشم‌پوشیه. یه وقتی هست اشتباهاتیه که بله نیاز به اینه که اگر زن اشتباه کرد مرد بهش تذکر بده، اگر مرد اشتباه کرد زن بهش تذکر بده. پس این دوتا قضیه بایستی درک بکنیم. اگه قرار باشه هر اشتباهی مرد و زن به هم تذکر بدن، از همدیگه خسته میشن، به همدیگه پیچاندن است، پیله کردن است، گیر دادن است، زندگی سخت میشه در یک چنین فضایی. بعضی چیزا قابل چشم‌پوشیه، اصلا فراموشش بکن. بعضی چیزا هم میدونید که نیاز به تذکر هست، اما چگونه تذکر بدید؟ نیاز به اینه که فرصت مناسب، زن مؤمن و مرد مؤمن عاقلن، بایستی بدونن که در چه شرایطی مناسبه که حالا من اشتباه همسرم بهش بگم. طرف ناراحته، دلتنگه، مشکل داره، مشکل براش پیش اومده، در یک شرایط سخت میام بهش گوش زد میدم، ناراحت میشه، از کوره بیرون میره. سعی بکن خستگیشو برطرف بشه، سر حاله، حالا بهش تذکر بده. وقتی تذکرم میدیم با نرمی، با مهرجویی، با مهربانی، با لطافت، نه با تندخویی، بعدم با کلمات زیبا. ما میتونیم با یک کلمه زیبایی یه اشتباه رو تصحیح بکنیم که طرف لذت ببره. یه وقتی ممکنه شما یک نصیحتی میکنید، ممکنه یه خبر خوشی هم میخوای به یه نفر بدید، اما با درست نیستید که با چه کلماتی، با چه عباراتی همون خبر خوش رو زهرمار میکنید براش. اینه که انسان بدونه. بایستی، من تو اون جلسه گفتم بلخص شما زنا از خودتون یه خلاقیتی نشون بدید، حتی در رفتارها، در برخوردها خوش ذوق و خوش سلیقه باشید. شما که الحمدلله بلخص زن دیگه مظهر اگر لطافت و ظرافت هست، اگر خوش ذوق در تزیینات و تجملات، چرا در انتخاب رفتارهای زیبا، کلمات زیبا، برخوردها، تصحیح اشتباهات نبایستی شما خوش ذوق باشید؟ نبایستی با احساسات و ظرافت زیبا اشتباهات رو تصحیح بکنید؟ اینه که قناعت بسیار مهمه تو این زندگی. و ما زنایی داریم که با قناعت و صرفه‌جویی تو زندگی مرداشون از خواب غفلت بیدار کردن. مردایی که غرق بودن تو دنیا، یک درهم و دیناری صدقه نمیدن و نمیدادن، شب و روز سرگرم دنیا بودن. وقتی با قناعت و صرفه‌جویی زن مؤمنشون رو بشن، با دلسوزی، با غمخواری، از شوهرشون چه میخوان؟ کار و کوشش، اما نمازشون سر وقت. قناعت، صرفه‌جویی، پرهیز از اسراف، پرهیز از ولخرجی، صدقه دادن. ما زنای مؤمنی داریم که مردالا به هر نحوی، حالا یا غافلن یا فراموش کردن یا سرگرم و مشغول دنیاین، زنشونه. این گنجه. زن مؤمنه که به مردش توصیه میکنه که ای مرد، یادت نره صدقه،
الان دهه مثلا، نه الان خودمون، زمانی که دهه ذی‌حجه میرسه آماده میکنه به شوهرش، نزدیک میشه فصل قربانی، ماه رمضونه، خودمون آماده بکنیم برای ماه رمضان. برای چی؟ فقط برای سفره افطاری؟ فقط برای نمیدونم سحری؟ نخیر، زن مؤمن شوهرش رو آماده میکنه که انشالله ما بحث هایی در مورد استقبال از رمضان داریم برای جلسه هفته بعد انشالله. همچنین صبر و تحمل، من خیلی سریع میگذرم از کنار این مسائل که دیگه وقتتون خیلی گرفته نشه. صبر و تحمل، نگاه کنید بارها در مورد صبر، تحمل، بردباری صحبت شده که چقدر اجر و ثواب عظیمی داره و پروردگار میفرمایند انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابران، شکیبایان، اجر و پاداششون به خاطر صبرشون بدون حساب و کتاب خدا بهشون میده. زن مسلمان، مرد مؤمن و مسلمان، پدر و مادر در قبال بچه ها، بچه ها در قبال والدین، اگر در برابر حتی اشتباهات همدیگه صبر بکنیم، تحمل داشته باشیم، میدونید این صبر تو اجر و پاداش بی حسابی داره برات. بعضیا فکر میکنن فقط در برابر دشمن اگر آدم صبر کرد بهش مزد و اجر و ثواب داده میشه. نخیر، اونجا اجر دارید، اینجا هم اجر دارید. زن در قبال شوهر و شوهر هم در قبال همسرش اگه صبر بکنن، یه مقدار بایستی صبوری بکنیم، با تحمل، کم و کاست‌ها یه وقتی انسان نگاه بکنه درک بکنیم. اگه واقعا بیشتر از این ظرفیت نداره، با صبر و تحمل میشه انسان هم اجر و ثواب داشته باشه و هم زندگی خوبی رو داشته باشه. اینه که سعی بشه برای ایجاد بستر صبر و اینکه چگونه صبر بکنیم، سعی بکنیم به همدیگه کمک بکنیم. یعنی اگر احساس کرد زن که شوهرش الان ناراحته، در اون زمان و شرایط ناراحتی مرد بازخواستش نکن. چرا من از فلان چیز خواستم، بهت زنگ زدم، بارها بهت گفتم، صبر بکن که اون شرایط بدی که داره و ناراحته بگذره، بعد حالا وقتی زمان خوشوبش کردن و سرحال بودن هست حالا بهش بگو. نه اینکه پا تو خونه گذاشته، یا طرف ناراحته، درگیری با چک داشته، با مشتری داشته، با فلان داشته، گرفتارم هست، تا اومد تو خونه فوراً هم تو بیاین کاسه و کوزه به قول معروف سرش بشکنید و من بهت فلان گفتم و فلان ازت خواستم. چیز طبیعیه که از کوره بیرون میره. زنم به همین صورت، اگه مرد یه چیزی ازش خواسته، درخواستی داشته، توصیه‌ای کرده بهش، بایستی بدونه که اگر زن حالا یا فراموش کرده یا اون کارو انجام نداده، در چه شرایطی ازش بخواد. همدیگه رو به استهزا گرفتن باعث میشه که آدم از کوره بیرون بره. از همدیگه تمسخر نکنیم. شوخی یه چیز دیگه هست. شوخی کردن میتونه دلها رو به هم بیشتر نزدیک بکنه. بگو مگو کردن، جواب دادن، اونم جواب در شرایط سخت. ممکنه مرد ناراحت یه چیزی گفت، زن ناراحت یه چیزی گفت، فوراً اگر جوابش بدیم طرف تحریک میشه، چند کلمه دیگه میگه، طرف هم به همین صورت به هم میریزه زندگی. بایستی یک طرف سکوت بکنه، بایستی یک طرف تحمل بکنه. این توهین نیست، این ذلت نیست. بعد میتونید خیلی راحت زمانی که دوران خشم و ناراحتی طرف برطرف شد، میتونید بهش بگید اگه من سکوت کردم، نه اینکه جواب نداشتم، اما رعایت کردم. طرف درک میکنه که همسرش چقدر خوبه، رعایتش کرده، در شرایط سخت درکش کرده. بهش بگو، نه اینکه کاملا سکوت بکنید و بعدم به همین صورت فکر بکنه که حرفی ندارید و محکومید. نخیر، در شرایط مناسب بهش بفهمون که سکوت من دلیل بر این نیست که من محکومم. میدونستم که شما دارید اشتباه میکنید، ولی به خاطر حفظ مصلحت خانواده. چقدر این کلمات میتونه مؤثر باشه و تلنگری باشه برای اون مرد که من چه زنی دارم، اینقدر درکش بالاست که شرایط گوناگون من درک میکنه، در حالی که میبینه حق به جانب خودشه با من جدل نمیکنه، بحث و گفتگو نمیکنه، چون میخواد آرامش و آسایش زندگی خانواده از دست ندیم. چقدر جا میگیرید تو دل همسرت. همچنین عفو و گذشت بسیار مؤثره. عفو و گذشت داشته باشیم، خاطرات تلخ گذشته رو و دیروز رو تکرار نکنیم، از ملامت‌های مکرر دوری بجوییم، پیله نکنیم به قول امروزی‌ها. اگر یک مسئله به عنوان اشتباه یک بار تذکر دادیم، به طرف فهموندیم،
دیگه تکرارش نکنیم. این تکرار کردن ها طرف رو خسته میکنه، ملولش میکنه. زنده کردن مسائل بد گذشته ضربه میزنه به روحیه یه طرف، حالا چه مرد باشه و چه زن. این که دیگه خودمون میدونیم که همون گونه که خودمون دوست نداریم طرف با ما یه برخورد بکنه، با طرف مقابلمون همچه برخوردی نکنیم. اگه قرار باشه ما یه اشتباهی کردیم، ماهی یک دفعه گوش دادمون بکنه، خسته میشیم، دلتنگ میشیم، ناراحت میشیم، اعصابمون به هم میریزه و طرف رو به جایی که دوستش داشته باشیم ازش ممکنه متنفر بشیم. وقتی طرف داره صحبت میکنه صحبتش رو قطع نکنیم، به صحبتهای همدیگه گوش بدیم، تمسخر نکنیم و به مسائلی که اهمیت اونچنان نداره چندان هم اهمیت ندیم. مسائل ریز زندگی است. انتقادهای تند رو نکنیم، به رخ نکشونیم، یعنی منت نگذاریم روی همدیگه، تشکر بکنیم، تقدیر بکنیم، قدردان باشیم. دیگران رو به رخ طرف مقابل نکشونیم که خیلی سخته، چه مرد و چه زن. اگر زن بیاد یکی از بستگان خودش، پدر، برادر، خویشاوندای خودش رو، داماد خودشون رو بلخص، شوهر خواهرش رو به رخ شوهرش بکشونه، یا مرد میاد مثلا مادرش و خاله‌اش و نمیدونم خواهرش و زن برادرش رو به رخ همسرش بکشونه، میدونید چقدر زمینه رو برای به هم ریختن آرامش و آسایش ایجاد میکنه. بلکه تحسین بکنیم همدیگر رو، صفات زیبایی که در طرف مقابل هست بگیم، تحسین بکنیم. گهگاهی، حالا ما نمیگیم همیشه، از کارهای همدیگه و از کارهای زیبای همدیگه بگیم که این کار زیبایی بود، ازت تشکر میکنم، کار درستی انجام دادید. دعای خیر بکنیم به همدیگه، خدا جزای خیرت بده، این جزاک الله خیرا، چقدر زیباست. خب مرد و زن وقتی این رفتار و تعامل کلامی با همدیگه داشته باشن چقدر زیبا میشه. اینه که در هنگام صدا زدن جیغ نزنیم، داد نکشیم. ببینید پروردگارمون در مورد نحوه حرف زدن و اون لحن صدامون به چه صورت باشه مثال میزنه، میگه وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. صداتو پایین بیار، جیغ نکش، با صدای بلند با اون آهنگ تند و تیز حرف نزن. بعد میگه که زشترین صداها صدای الاغه. دیدید الاغ وقتی صدا میده با چه صدای بلندی، چقدر گوش خراشه. مؤمن با اون صدای لطیف ملایم، نه با داد، نه با جیغ کشیدن. بالاخره زن و شوهر اگر قرار باشه داد بکشن رو سر هم دیگه، میدونید چقدر این گوش خراشه، چقدر روحیه رو خرد میکنه. چون نگاه کنید این نکته بسیار مهمه. اگر انسان در بیرون از خونه، تو خونه پدرش، تو کوچه، تو خونه دوستش، فامیلش، کسی برخورد بدی باهاش بکنه، حالا چه مرد باشه و چه زن، کجا میان تو خونه خودشون که در کنار همدیگه زن و شوهر آرامش و آسایش پیدا بکنن. ولی وقتی در درون خونه زن و شوهر بخوان پرخاشگری داشته باشن، تند و تیز با هم صحبت بکنن، بد اخلاق باشن، به هم توهین بکنن، کجا دنبال آسایش باشن؟ کجا برن؟ جایی هست؟ جایی پیدا نمی کنن. اینه که خیلی مهمه با بهترین نام همدیگه رو صدا بزنن. زن وقتی شوهرش رو صدا میزنه، مرد وقتی زنش رو صدا میزنه، چرا اسم رو خرد بکنیم؟ چرا نام رو بشکنیم؟ نامهای زیبایی هست، مردش یا زنش خداوند نامهای زیبایی برشون گذاشته توسط والدینشون. اون نام رو به نحو زیبا همدیگه رو صدا بزنیم، نه با شکستن نامها، با بدترین وجه همدیگه رو صدا زدن. اینا تأثیر بد داره. همون کلمه زیبا، حتی صدا زدن، وقتی نام رو زیبا صدا میزنید رو روحیه طرف تأثیر میگذاره، محبت میکاره. مگه شما دنبال محبت نیستید؟ مگر نمیخوای که مرداتون شما رو دوست داشته باشن؟ مگه مردا نمیخوان که زناشون اونها رو دوست داشته باشن؟ خب آدم وقتی با یک کلمه، با یک صدا زدن، با یک تشکر، با یک تقدیر، با یک قدردانی، با یک عفو، با گذشت، میدونه و بدونه و بفهمه که اینا
محبت و مهر و علاقه رو در دل طرف میکاره و به وجود میاره، چرا در حق خودمون بخیل باشیم؟ بدون هزینه میتونیم محبت بیاریم اما این کار رو نمی کنیم، به خودمون اجازه نمیدیم. بعضی هستن به خودشون اجازه نمیدن. چرا کم بیاریم؟ بحث کم آوردن نیست، زرنگ باشیم. به کدوم آدم میگن زرنگ؟ به اون کسی میگن که ممکنه طرف مقابلش کم حوصله باشه، پرخاشگر باشه، اما یک ابتکاری از خود خرج بده اون زن یا مرد که همون انسانی که به ظاهر میگی مثلا پرخاشگر بی حوصله هست، درست حرف نمیزنه، چنان با رفتارمون، با اخلاقمون، با اخلاق زیبایمون، با گفتار زیبایمون طرف رو تسلیم بکنیم که تسلیممون بشه. این زیبایی است، این زرنگی است، این خوبی است که انسان بیاد از خارها به قول معروف گل بکنه، نه اینکه گلها رو به خار تبدیل بکنه. زیبایی در اینه که انسان دشمن رو به دوست تبدیل بکنه، نه دوست رو به دشمن تبدیل بکنه. این زرنگی نیست، این مهارت نیست. هنر زندگی کردن خدا بهمون یاد داده، ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولی حمیم. این هنر زندگی است، این مهارت است، این زرنگی است که خوبی و بدی با هم یکسان نیستن. خدا میگه در برابر بدی به بهترین وجه پاسخ بده، در برابر اشتباهات دیگران با اشتباه پاسخ نده، در برابر بدی ها و نازیبایی های دیگران به زیبایی پاسخ بده، که اون کسی که با تو دشمنه، ازت ناراحته، تبدیل بشه به یک دوست صمیمی. این هنر است، این زرنگیه، این خوبیه، این ایمان است، این خداپسندانه هست، این رفتار. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اما هنر زندگی کردن و مهارت صبر میخواد، بهره عظیمی از خلق و خوی دینی، از شناخت پیغمبر علیه السلام به عنوان الگو، از علم، آگاهی. انسان اگر آگاه باشه به دین خودش، به دستورات خدا، به الگوی خودش، به سیرت و منش پیغمبر علیه السلام، میتونه دشمن رو به دوست تبدیل بکنه و با مهارت‌ها و هنرهای زندگی آشنا بشه، ولو هم دنبال روانشناسی هم نرفته، علم روانشناسی نخونده. چون خیلی از پایه ها و اصول روانشناسی در های دینی ما هستش. با رفتارهای پیغمبر علیه السلام و با گفتارهای زیبایش ما میتونیم همون قواعد و اصول روانشناسی رو ازش بگیریم و در آیات قرآنی همچنان. بس بیاییم روابط گفتاریمون هم درست بکنیم با هم دیگه و متواضع باشیم نسبت به هم، احترام بگذاریم. اینا میتونه بهمون کمک بکنه. آخرین نکته اینه که محیط خونه هم رو به گونه‌ای آرایشش بدیم، ساماندهی بکنیم تا اونجایی که میشه نیازهای ضروری بر حسب استطاعت برطرف بشه. وظیفه مرده نیازهای ضروری برطرف بکنه. برخی نیازها خواهران ضروری نیست، اگر شد نشد خودتو دلتنگ نکن، خودتو گرفتار نکن. که هم من یک مثال ساده‌ای بهتون بزنم. همین چند روز قبل یکی از دوستا تعریف میکرد، میگفت به هر نحوی و به هر علتی ما یک مبلغ تقریبا زیادی، ممکنه نزدیک به 18 میلیون تومان یه جایی قایم کرده بودیم. بعد به هر نحوی این مبلغ نفهمیده بچه هامونو انداخته بودن تو سطل آشغالی برده بودن. مرد میگه من اومدم پیش خانومم، گفتم خانم ما این مبلغ رو از دست دادیم، چنین چیزی اومده بین من و شما، به کسی نگید، خودتو هم دلتنگ نکن. اگه دلتنگ بشید شب و روز غم غصه، این مبلغ کلان رو از دست دادیم، به دست نمیاریم با این دلتنگی و این غم و غصه، آرامشمون هم از دست میدیم. حالا رفته، چرا آرامشمون از دست بدیم؟ پس نیازهای ضروری بر حسب استطاعت برآورده بکنیم، مرد برطرف بکنه، زن هم نیازهای خونه از نظم و انضباط و مرتب کردن و منظم و پرورش بچه و مسائل گوناگون بر حسب استطاعت خودش هم برطرف بکنه. اون موقع جو خونه هم تأثیر داره،
آراستگی ظاهری اعضای خانواده، زن و شوهر نسبت به همدیگه یه آراستگی و آرایشی داشته باشن، بوی خوش، مسواک زدن، زینت و آرایشی که در خور یک مؤمن و مسلمان هست، حضور در خونه در وقت مناسب، هم مرد و هم زن. بعضی وقتا هست که دیگه وقت بیرون رفتن نیست مگر اینکه ضرورت باشه، مرد و زن تو خونه باشن. این گونه نباشه که مرد مثلا میاد، این دیگه بحث نیست که ما بگیم شما حق به این و اون میدید، ما حق مرد و زن رو بیان میکنیم. مرد حق نداره مگر در شرایطی که خیلی ضروری باشه، که شب مثلا، چون شب بایستی مرد تو خونه باشه. اون مردایی که تا نصف شب میرن با دوستا و رفقا قطعا حق زنشون رو دارن ضایع میکنن، شب نشینی ها دارن. یا مرد میاد مثلا تو خونه مینشینه، از صبح تا غروب نبوده، سر کار بوده، بعدم که میاد یا پای تلویزیون نشسته، از این کانال به اون کانال، نمیدونم مجله و روزنامه میخونه، تخمک میشکنه، یا با دوستا صحبت میکنه تلفنی. زن بیچاره منتظره که حالا مرد بیاد، خوابش هم میبره نمیاد. ما همچه مردی رو محکوم میکنیم. از اون طرف هم مرد میاد خونه، زنش نیست، تا ساعتی از شب رفته خونه فامیلش، خانه دوستش. یا روز وقت ظهر مثلا اومده خونه، غذا آماده نیست، یا زن هنوز نیومده، اونم محکومه. ما اگر درست وظیفه شناس باشیم، مرد و زن وظیفه شناس باشن، مشکلات به حداقل میرسه، قابل تحمله. ولی وقتی تکرار بشه این نابسامانی، این بی‌نظمی تکرار بشه، چه از جانب زن و چه از جانب مرد، خب علی کل حال اختلافات بروز میکنه، بستر نامناسب میشه. اینه که بستر خوبی رو به وجود بیاریم و سعی بکنیم که اون مبنای کارمون ایمان به خدا و روز قیامت قرار بدیم. امیدوارم که خداوند به هممون توفیق بده که بتونیم جو خونه رو، جو سالمی رو نگه داریم. کوششمون همین باشه که جو و شرایطی باشه که بتونیم درست و خوب زندگی بکنیم، دینمون، ایمانمون رو حفظ بکنیم، بچه هامون و فرزندامون رو در سایه آرامشی که خودمون داریم درست بزرگ و تربیت بکنیم. موفق و مؤید باشید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.